آقای میگه چرا تو شرم الشیخ شرکت نکردیم؟ دیپلماسی رو با دوست که نباید انجام داد، با دشمن باید انجام داد. ما تو جنگ هم باید گفتگو کنیم، چرا نرفتیم؟ برای اینکه ذات شرم الشیخ، تسلط حداکثری آمریکا بر خاورمیانه با کارگزاری اسرائیل هست که نسبت به همه کشورهای منطقه دست بالا رو داره. و ترامپ میگه امنیتتون مال ماه، پایگاه‌های ما اونجاست، نیروهای ما اونجاست، سامانهای ما اونجاست، جنگنده‌ها و موشک‌های ما اونجاست، تکنولوژی ما اونجاست، بس سهم بدید. این سهم چقدر؟ 90% خوبه؟ آره، تا بتونم میدوشم. و اگر حرکت مخالف ایروشیدن من انجام بدید، سگ حالم رو رها میکنم. همونطور که به قطر حمله کرد به شما هم حمله کنه. نشسته تو شرم الشیخ برای اینکه تو باید بپذیری چه این وضعیتی رو، یعنی برای اینکه این وضعیتی باید موشک نداشته باشی، پهپاد نداشته باشی، هسته‌ای و امکان ساخت بمب نداشته باشی، 3 جزیرت رو بدی تا آبهای عمیق لحاظ امنیتی تحت کنترل غرب قرار بگیره. آروم آروم تنگیت هم میگیره ازت، اونم میگیره. یه کشور 90 میلیون اینجا به هیچ عنوان تحمل نخواهد کرد. حالا آقای فلاحت پیشه یه جوری صحبت میکنه آدم احساس میکنه ایران توی اروپا کنار دست سوئیسه، اون برمون بلژیکه. نه آقای فلاحت پیشه، اینجا خاورمیانه است. به شرقمون نگاه کن، طالبانه. تازه داخلش هم کلی نیروهای تکفیری دارن ساماندهی میشن. به غربمون نگاه کنیم، عراق به سوریه، همه داعشی و تندرو و اسلامگراهای بسیار تندرو هست. سوریه یک کمی شمال میای میبینی کردها تو اقلیم که 8 آسیا میخوان جدا شن، از سوریه و ایران و ترکیه یک کشور درست کنن، یا در جنگن یا در مذاکره برای این امر. دور تا دورمون نگاه میکنی پایگاه آمریکاییه، یکی جزیره‌مون رو میخواد، یکی سلاحامون رو میخواد. یک کمی عقب‌تر میریم یه اسرائیلی که میگه کل خاورمیانه مال منه، میخوام بزرگ شم، اصلا به قوانین حقوقی کاری ندارم، به من چه، من میخوام بزرگ شم، چون من قوم برترم، بقیه یه مشت سگ و گاو و الاغن. گرفتید ما را آقای فلاحت پیشه؟